برنامه رو با یک قطع آواز زیبا شروع میکنم. صاحب کمیرم رنگ تو آواز میخونی گوش مفت گیر آوردی یا راستی کلاس رفتی؟ کلاس رفتم آقای دکتر. چقدر؟ یه جلسه در حد تست صدا. استاد صدامو که شنید گفت خوانندگی که پیشکش، شما سعی کن صحبت هم زیاد نکنی، با خودت هم حرف نزن اصلا. ولی میگه که بس جای شوک دارد تبریک و دیده بوسی، فرزانگی رهبر با غیرتی خروسی، گر اهل اعتراضی کهریزه کم از جایت، بخشش فقط از آن حاجی سعید توسی. بحث توسی رو باز نکن که خیلی خطریه. آره نه آی دکتر وارد جزئیات نمیشم، یعنی کی جرأت داره وارد جزئیات بشه؟ ولی بیشتر میخواستم از قاطعیت مقام عظما و بدعت قانونگذاریشون تقدیر کنم که زد تو دهن هرچی حقوقدان و وکیل و قاضی و با وجود اینکه طرف اعتراف کرده گفت بی خود اعتراف کردی، اعتراف بی اعتراف. میگم تبرئه شدی بگو چشم. سرشو باز نکن. همه یاد میگیرن که هر کین سعید توسی 100 تا پرونده از خودش داغونتر از عظما تو دستش باشه دیگه کسی بهش کاری نداره. یه واق بکنه طرف جا میزنه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که سگه قند مشنگه رو برداشت خورد، مشنگه داد زد چخه، سگه پاچه رو گرفت، مشنگه جا زد گفت ول کن عزیزم به خاطر دندونای خودت میگم وگرنه قند که فدای سرت باشه. آقای دکتر این توسی رابطهش با آقا مجتبی چی بوده؟ خجالت بکش. این سوالات برنامه استراتژیه ها، برنامه افشاگری که نیست. برو سر سوال بعدی. من که اشاره به رابطه توسی با مقام عظما نکردم، آقا مجتبی رو گفتم که همه میدونن، ولی عیب نداره میرم سر سوال بعدی بدبختی که یکی دوتا نیست. آقای دکتر فکر کنم تو این وقایع خطری 2-3 هفته اخیر تیر و طایفه اصلاح طلبها بیشتر از احمد خاتمی و علم الهدا و شریعت مداری ترسیدن. مگه اینا تئوریسین نیستن؟ تو دیگه چرا؟ ژست و پوز اینا بسیجی هم خر نکرده. بعد وقت تو رفتی دو جوالشون کی؟ اون سعید حجاریان که با کلی افه لنینی صحبت کرده که بالایی ها اگه نتونن حکومت کنن و پایینی ها نخوان کار حکومت تمومه. اون وقت 2 خط بدترش معلوم نیست. خب مشنگ تو که اینو میگی همه میدونن که بعدش دیگه هر چی ور بزنی اصل حرفه رو زدی رفته دیگه، درستش نمیشه کرد. بعدش هم اون عین مشنگتر میاد به میدون. عباس عبدی رو میگی؟ آره دکتر. تازه خودش فکر میکنه که عقلش بیشتره. با مهاجرانی و محمد خاتمی و اینا مشکلشون اینه که هر کدومشون فکر میکنن کمتر از بقیه مشنگن، ولی کلشون رو که بذاری رو هم تازه میشن یه دونه حسین شریعت مداری برای خودش که خودش شاگرد اول مشنگاست. آره دیگه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که باباه شک کرده بود که بچهش خیلی مشنگه، میخواست امتحانش بکنه، با دهنش صدا در آورد گفت تق تق تق. بچه گفت بابا در میزنن. بابا گفت من بودم بیشور. بچه گفت ولی شما که کلید داری. اون وقت مشنگه رفت تو فکر گفت پس حتما مهمونه، تو بیشین همینجا خودم میرم باز میکنم. روشن شد یا برفرستم دنبال باز کردن در. آقای دکتر هر جا میخواین بفرستین، یکی پیش اینها نفرستین، یکی هم کنفرانس داووس. آقای دکتر به نظر میرسه دوچار خشکی در روابط بین‌الملل شدیم. آره بهش میگم مننژیت دیپلماتیک. اون داووس هفته گذشته اینا بی تحرک دیپلماتیک در خطیرترین اوضاع احوال 40 ساله جریان چه آقای دکتر در صحنه بین‌الملل چه اتفاقی افتاده که مصلحت این شده که آفتابی نشیم؟ ظریف که همیشه میرفت تو جنگل‌های آفریقا یه موجودی پیدا کنه بیاره به اسم سیاستمدار، حالا از جایی که 70 تا رئیس جمهور چند هزار تا بالاترین سیاستمدار دنیا جمع شده در میره. آقای دکتر این چیه داستانش؟ خب بدبخت بره اونجا مثلا چی بگه؟ از خداش باشه که آفتابی نشه که اقلا یه بهونه‌ای داشته باشه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که پدر بزرگه به نوهش گفت حواست باشه یه چند روز آفتابی نشی، ناظم مدرسه تون دنبالته به خاطر غیبت از مدرسه. نوه گفت من مشکلی ندارم بابا بزرگ، شما حواست باشه آفتابی نشی، چون بهش گفتم علت غیبت اینه که بابا بزرگم مرده.
روشن شد یامچی بزنم که بری پیش با بزرگه. ولی خودش میگه کارهای مهمتر داشتم نرسیدم برم. خود مشنگش میگه ولی کی باور میکنه حرف مقامات نظامو. باز مرحوم ابوی همیشه میفهمیده بذار بهادر عرض میکردم بله میفهمیدن که یه اتوبوس پر مسئولین نظام چپ کرد. پلیس را که رسید بالا سر اتوبوس دید راننده همه رو خاک کرده. گفت اتوبوس زیاد تولیش نشده مطمئنی همشون مرده بودن. راننده گفت بالا بعضیاشون میگفتن زندن ولی کی حرف مسئولین نظام باور میکنه. روشن شد یا برفرستمت پیش راننده که خاک کنه اینجا. آی دکتر این داستان پیمان پالرمو چیه؟ آها یادت عزما گفت برجام 2 و 3 و 4 از این حرفا نداری؟ بله یادمه. یادت حاجی روحانی هم پشت بعدش گفتش که اصلا فکر برجامای بعدی رو باید همه از ذهنشون بیرون کنن. مگه میشه یادم بره؟ حالا این یکی پالرمو جمع برجام 2 و 3 با یه چیزایی بیشتر. مگه میشه؟ خب معلوم امضا نمی‌کنی. کی امضا کردیم تموم شده. خب مقام عزما مثل یه صدی جلوش وامیسه. تو کجای کاری؟ مقام عزما خودش در گوشی به همه گفته تایید کنیم بره. امکان نداره آی دکتر. مشک بازی در نه واسه من. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که به مشنگی گفتم باهات مرده. گفت امکان نداره تا حالا سابقه نداشته. تازه یکی سابقه هم داشته سر برجام قبلی. مگه تو از تو سابقه مقام عزما تو اینجور کارا خبر نداری؟ نه خیر من تو پرونده‌ای مثل توسی خبر داشتم ولی اینجا نه. کی اصل سوء سابقش اینجاست. خب پرونده توسی که من روه. از حضورت خواهش میکنم 4 تا جمله قشنگ و ترتمیز به این مقام عزما بود که این مشنگ بازی در نیاره.